دختر خانم من به زور آوردم. گوش کن، دیروز اومدم اینجا خرید بکنم، خریدمو انجام دادم، بیرون دیدم با یه دسته گل وایساده. گفت میخواستم تشکر بکنم، چند بار ویدیوهاتون رو دیدم، باهاش حالم خوب شده. منم تشکر کردم. به سر کوچه که رسیدم گفتم کاش براش یه کاری انجام میدادم، یه استوری میگرفتم. برگشتم بهش میگم بذار یه ویدیو برات بگیرم. میگه نه من دوست ندارم. من دوست ندارم محبتی که میکنم بابتش موز بگیرم. میگم بچه موز چیه؟ خودم دوست دارم این کارو انجام بدم. میگه نه، اگه محبت بکنی بابتش توقع داشته باشی اون میشه کاسبی. نه حال خودمو خوب میکنه، نه حال شما رو. دستشو بهم نشون داد، نگاه کنی. دختر 15-16 ساله. میگه من بچگی کار کردم، دستم مثل مردا زب شده، به خاطر اینکه اگر بزرگ شدم نفری که انتخاب میکنم به خاطر عشق باشه، نه به خاطر پول. مادر پدرش یه کاری باهاتون دارن. این دخترتون که شیرزنه، ولی یه سوال، شما به بچه‌هاتون چی میدید اینجوری میشن؟ الماس لای نون میذارید اینجوری شیرزن میشن؟ دمتون گرم. مردم هم که دارن میبینن عشق بدون منت و این تو سن 40 سالگی یه بچه 16-17 ساله به من یاد داد. اینا بزرگشن بچه‌هاشون عجیب غریب میشه.